سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان. در حق ما دعاگو باشید انشالله که ما به سفر برآمدیم. پیگیر کانال ما باشید. البته که جایی که رفتیم البته نوارهای خوب و خاطرمان برای شما میگیریم و پیشکش شما میگردونیم. سربلند خانواد باشید، در کجای باشید نباشید دست اول خدا نگهبانتون باشه. انشالله که ما سفر داریم. سلام علیکم دوستان عزیز. این ما عین حال در شهر مسکو حضور داریم. خیلی ونوک و ایرپورت ناف آمدیم. این دوستای قدردانی ما، برادرای قدردانی ما همه سرجم اومدن. من رحمت شما میگم که وقتی پر قیمت خودشون در نداشتم میآیند. شما در حق ما دعا باشید انشالله که خدا راضی باشه و به طرف خانه خدا روانه ایم. خدا اگر در نصیب ما باشه بازم خدا زیباش دعوت کنه، اگر انشالله که روانه میریم و ما دعا میکنیم که همه تا خداوند بزرگ به همین مواد نرسد برسونم. خداوند به خانه زیباش دعوت کنه. شرکت حج عمره سنتر محسنون، یعنی که حج عمره سنتر در خدمت ما و شما مسلمانان هستن برادرای عزیز. هنوی محسنینوش کانال یوتیوب دا میدروین، حالی من در همین کامنتار ذکر پید میکنم، میدروین همه نمود فهماندهی برای شما هست. رنگ راه بلد چخل میبرن، چخل میارم، کجا جای زیارت های، کجا جای طواف های، کجا جای تماشا، همشه یک تا به شما گفتگی در همین کانالشون هست. کانال یوتیوبشون محسنون برادرای عزیز. حالا اینا میبینیم اینجا آفیس اینا برادرای عزیز چخلی که ما و شما دیده استیم. اینا یک ترکتن اینجا میشینی در آفیس، اینجا شما دا جواب میتن. ای کجایی که زنگ بزنید همین رقمای هست، واتساپ، تلگرام، همه چیشون فعاله. زنگ بزنید و شما جواب میتن. بلیط های ارزان. خیلی زمان پیشروی ای عصر 21 اول زنگ بزنید همه جا را بفهمید، بعد در آخران شرکت حج عمره سنتر محسنون کجایی که ارزانه من پیشنهاد میکنم ارزانه. این شما در ارزان ترین شرکت برای خانه خدا دوستان عزیز. اینجا آفیس این دوستان عزیز، آفیسشون در لوبلینو، مترو لوبلینو. با میریم اینا بیاین اینجا تماشا میکنیم. اینجا در کسانی که برادرای عزیز، کسانی که همین شرکت بلیط میخرن، اینجا با توف ها هستن. یعنی توفا میکنن این چیزا را. اینا میدونین نه، اینا احرام میگن برادرای عزیز. وقتی خانه خدا میدروی میپوشی میری با اونجا در رابطه میفهمونن که احرام برای چی پوشیدگی در وقتش. آدم خیلی نمیتونه بتوانم خیلی بردم همچون جنگاور به خانه خدا میدروی. حال به همه کسانی که رفتن میدونن، کسانی اینا رفتن یک تک ما دعا میکنیم که خداوند بزرگ همه تا به خانه زیبای خودش خداوند دعوت کنه. این احرامه. این کتابای قرآن و تمام چی اینجا هست. همین شرکت که درآمدن، همین واتساپ که نوشتن، همش یک تا به شما میفهمونن، معلومات پرا به شما میرسونن. بیاید آمدن میگیم خیلی آفیس نه، آفیس پرداش هم دارن، همه چی چرا اینترنت میشه برادرو. آنلاین خطی همه کار برای از خرمای خونه خدا، اینجا آبی زمزم تمام چی هست برای نفرانی که خونه خدا میروند، همه چی در اینجا هست. دوستان عزیز، این برادر عزیز ما حاجی اسلام الدین. انا یک بار سلام علیکم. خب یک بار برای تماشابینای ما نفهمید که چی برنامه دارید، چی شرایط دارید، با چی کار قادر هستید. همین میخواستیم هم ما هم تماشابینا بفهمن. البته که دوستان شما یکم با کارخانه ما که شرکت حج عمره سنتر محسنون که شما دید که در خدمت حجی هستیم. خون حجیش در رفتگی هم و نزدیکیش هم میدونید که و الحمدلله ما هم چون شرکت حج عمره سنتر هر ماه اکید یک 10 برنامه زیاد داریم الحمدلله. از ماه اوگوست شروع میشن برنامه‌هامون. حاضر که سیزن حج فرضی است، همه حجی حج فرضی رو میروند. بله. و ان شاء الله که ما حج همه حجیمون رو روان کردیم، همه برنامه پر شد. و ان شاء الله که از ماه 1 اوگوست سر شده برنامه داریم 10 روزه داریم حج عمره دا حج عمره ان شاء الله. این المیوان که این اکیدو نگاه کنید که 4 برنامه 20 روزه داریم، 3 تا برنامه 15 روزه داریم، 3 برنامه 10 روزه داریم. مثلا یا اینکه میشون اکادمی دولت ها اصلا برنامه ما از شهر مسکو هستن. بسیار برنامه ما و زیاد از تاجیکستان هم داریم، که از تاشکند هم داریم، حتی از تمام کل دنیا میتونیم با برنامه خود آدمان رو وای کنیم، سفربر کنیم الحمدلله که با آنها آسان شود. چرا گفتم که برنامه ما در اسکرین شاتش میمونیم که از $1300 برای شنونده روسیه سر میشوند 14 روزه و از $1500 برای شنونده تاجیکستان الحمدلله. ان شاء الله که برنامه خیلی زیاد هستند. در این واتساپ ما ان شاء الله یک سلام می‌نویسید، همه نرخ‌های برنامه ها رو با صندوق‌هاشون با شما پیشنهاد میکنیم. خودتون اختیار کرده ان شاء الله در همون برنامه دلخوش شما رو سفربر کرده و بهترین طرز ان شاء الله شما به حج عمره روان می‌نماییم.
بهترین این رقم‌های تلفنشون واتساپ دا بدارین با معلومات پررا البته که میفهمونم برای شما. و اینچنین اکای دوستمراد برای همه پادپیشکانی که مثلا از کانال شما میبینن از نام شما اکای دوستمراد گام میزنن الحمدلله یکم که در کانال ما نامنویس شود که کانال ما مقصدش که امین حج عمره و فرضی رو به آدمان تعلیم دادن که با یک مدنیت عالی یعنی با یک پراجری امین سفر عمره خود رو فرضی خود رو به انجام برسونن و اینچنین که از 100,000 پادپیش ایجاد گرفتیم یک چند نفر رو ان شاء الله نیا داریم 10 آدم رو و حج یعنی عمره سفربر کنیم از حساب شرکت رایگانه این برادرای عزیز مرحمت پادپیسات میکنن در کانالشون محسنون ما سلکش میمونم پادپیسات کنین البته که برای اگر شما پادپیسات کنین حساب شما یک نفرم که به خونه خدا میروه یک درهم هم که باشه صدقه جاریه میشه ان شاء الله شما سفربر حج اجر شید این چنین برای همه پادپیشکان اکای دوستمراد از نام اکای کانال دوستمراد بیان ان شاء الله ابیزت ما احرام تحفه میشود برای حجی مقصد حجشون کردن احرام ابیزت تحفه از نام شرکت و اینچنین راهنمای حاجیان کتاب‌ها یعنی کتاب‌ها و دیگر مقصد همون پامیتکای حجی میگن که با دعا و همه ذکرهای حج است که کاری حج مثلا حج شما بهترین طرز آسان و طور سبکی گذرد ان شاء الله. البته و دوستان عزیز من یک چرا با شما گوشرس میکنم که وقتی که کانال یارو میدارین میبینین تماشا میکنین همه جای خونه خدا هست و فهموندگی که باید چیکار کردن در کار در کجا چی آیات میخونی در کجا چه قدم میزنی در کجا میدوی یا که در کجا میسی یا که در کجا چی گپا رو میگی همش هست. کسانی که نرفتن مرحمت پیگیری کنن کانال محسنون همه چی رو میفهمن آسان به خانه خدا میروند و آسان برگشته میان. درست مقصد اساسی ما که حج فرضی حج عمره شما با طور بهترین سبکی با سر اجرترین یعنی مقبول شده از طرف اونجا شما پاکیزه برگردید برای یا بارگاه ابونه شوید و تیاری خود رو پیش از سفر بینید ان شاء الله. خداوند یار و مددگارتون دوستان عزیز در کجای باشید نباشید خداوند نگهبانی هممون باشه. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما رکاجه بیان یک بار من انیق آدرس ها رو شما نشون بدم بیاین اینجا. انا دوستان عزیز بلارچنسکایا دوم 3 اینا دوستان عزیز با پیش برین خودشون با مردم میبینن هیچ گپ نیست نویگاتور دم میزنی هاپ میگیره میاره اینجا آفیس برادران اینا طول 10 سال در خدمت ما و شما مسلمانان روی دنیا اینا مرحمت کنین حاضر عینی حج عمره سر میشه و روز یکم مرحمت زنگ بزنین جای خطونا بگیرین برادران چند نمود هست ارزان از تاجیکستان میگین از همین دولت روس میگین ای ازبکستان میگین ای تمام دنیا ای امریکا که زنگ بزنین برای شما بلیت ویزا همش قانون و قاعده‌اش قطعه برادران باقی سربلند خانواد باشه خدا نگهبانتون فقط ما دعا میکنیم دست به دعا میبرداریم که خداوند بزرگ به خانه زیبای خودش همه ما و شما را 10 ها 100 بار دعوت کنه. الله اکبر. الله اکبر. زنده باشید. سلام علیکم.